شام 2 اپریل سال 2023 در شهر سانت پتربورگ روسیه در کاوهخانه استریت فود بار که در کوچه اونیورسیتسکای نابرژنای 25 جایگیر است و قبلا متعلق به ایوگنی پریگوژن اساسگذار شرکت حربی چویکا واگنر بود ترکش رخ داد. بنا به نوشته مطبوعات روسیه ترکش در ساعت 18:14 بگو یکشنبه وقتی رخ داد که در این کاوهخانه یکی از مبلغان جنگ ضد اوکراین خبرنگار حربی ولادین تاتارسکی که در کانالش در تلگرام بیش از 5 میلیون ابونشی داشت شب ایجادی خود را دایر میکرد. تاتارسکی امون است که بعد ملاقات پوتین با بلوگرهای طرفدار جنگ وایما کرده بود که همه را شکست میدیم، همه را میکشیم، اگر در کار شود همه را غارت میکنیم و همه چیز طور میشود که ما دوست میداریم. در نتیجه ترکش دست کم 30 نفر زخمی و 1 نفر کشته شده است. وزارت تندرستی روسیه تصدیق کرد که از این شمار 24 تن را بستری نمودند و وضع 6 نفر آنها بد است. وزارت کارهای داخلی روسیه میگوید در این ترکش ولادین تاتارسکی که نام اصلیش ماکسیم فامین است کشته شده است. یک دوست و همکار تاتارسکی به BBC گفته است که ولادین تا رسیدن به بیمارخانه زنده بود اما در شعبه ایوگری بیمارخانه جان داد. بنا به نوشته فانتان که کاوهخانه استریت فود بار پیشتر به اساسگذار چویکا واگنر منصوب بوده، هر روز یکشنبه در اینجا محفل با نام کیبر زد فرانت که اساسا نفران طرفدار تجاوز روسیه به خاک اوکراین جمع اومدن برگزار میشد. ریا نووستی با تکیه به منابع خود خبر داد که از احتمال دور نیست که مواد ترکنده را یک دختر که خود را ناستیا معرفی نموده به تاتارسکی هیکلچه رو توفه کرد آورده باشد، ولی شبکه پروپاگاندی ارتی خبر می‌دهد که در کمیته اکتشافی روسیه فرضیه هم وجود دارد که شاید قبلا کاوهخانه بمبگذاری شده باشد. شبکه تلویزیونی رنتوی خبر داد که علاقه آن دختر گم شونده ضمن یک عملیات ویژه نیروهای مخصوص FSB در خانه‌اش همراه شوهرش بازداشت کردیدند. گفته می شود اسم او داریا تریپووا بوده، از جانبداران مخالفان پرزیدنت کنونی روسیه ولادیمیر پوتین و سیاست او بوده است. اما بلاگر رستم ادگاموف در توییتر نوشت که داریا تریپووا گویا گفته باشد که او را پستاوه کردند و او نمیدونست که در داخل هیکلچه بمب گذاشتند. رسانه‌های نزدیک به مقامات روسیه از بازداشت خویش و تبار و دوستان دختر از جمله مادر و پدرندرش خبر دادند. ولادین تاتارسکی اصلا ماکسیم فامین نام داشته سال 1982 در شهر مکیف که ولایت دنیتسک اوکراین که حال روسیه قسم زیاد این ولایت را غصب کرده است به دنیا آمده است. زد بلوگر تندزبان پس از حمله روسیه به اوکراین با زدن سخن‌های قبیح و تند به ضد اوکراین در بین مردم روسیه معروف شد. مبلغان کرمل به مثل تینا کاندیلاکی و مارگاریتا سیمانیان اوکراین را در قتل این بلوگری مبلغ جنگ گناهکار کرده از ارتش روسیه خواستند در جواب به کشته تاتارسکی شهرهای اوکراین را بمباران کنند. رهبر دنیر دنیس پوشیل نیز اوکراین را گناهکار دانست. دیگر نفران رسمی روسیه نیز به یگان دلیل اوکراین را گناهکار دانسته خواستار جواب دندان شکن شدند. ولی در همین حال میخائیل پادالیاک یاور پرزیدنت اوکراین قتل تاتارسکی را تروریسم داخلی نامیده نوشت. تورتانک‌ها به خوردن یکدیگر آغاز نمودند. وقتی که تروریسم یک ابزار حکومت می شود دور نیست که آن در داخل کشور نیز به کار برده شود. پیشتر از این نیز نهادهای امنیتی روسیه خدمات جاسوسی و اکتشافی اوکراینی را در قتل داریا دوگینا دختر الکساندر دوگین یک فیلسوف ملتگرای نزدیک به پوتین در سانحه 22 آگوست سال 2022 ایبدار کرده بودند. اوکراین دست داشتنش را در سوی قصد به دوگین که منجر به مرگ دخترش شد رد کرده بود.